بگیر دستی فقیر و به نوایان، ترحم بر کسانی به نوا کن. ببین تو حال زار نابینایان، تو تنها شکر چشمانی بنا کن. ببینی گر شکست دست و پایه، تو شکر صحتی دست و پا کن. تو شکر صحتی دست و پا کن. مکن شادی بر روز مردنی کس، زمان فکر از روز قضا کن. زمان فکر از روز قضا کن. اگر با دوستان عهد ببستی، بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. بکن تو جهد و بر عهدت وفا کن. و آن یاره که باشد و خدا جوی، و آن یاره که او باشد خدا جوی. اگر جان خواست جانت را فدا کن. و گوشت گیر در آخر پند ما را، تو تنها یک دعا بر جان ما کن. تو تنها یک دعا بر جان ما کن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ردین کی کدام خسرا و گفتی نفهمیدیم دوست عزیز بکیده باشم روزبک فضل میگه بکیده بکی شید ماده میگه درجمه و دروک اوجه در دل خود گذرانیدم پروردگارا، و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند. بسیار روح میده ولی همین کی را خواندم یک روز ای اینترنت، همین کنسترکتوری تیتانیکا، همین کنسترکتوری همین تیتانیکا ساختگی آدم یک به نام توماس اندریوس اینطوری کنسترکتورش بوده است. همین تیتانیکا در همون مقاله آورده است که 55,000 لشدین سیل داشته است. اگر بسیار مقصد خیلی جمعی قدر 260 متر درازیش 33 متر بلندیش نه قدر 28 متر پهمیش همین آورده است و بعد همین گارانتیش همین خیلی گارانتی و از بین دادگی بعد همین کنسترکتور همه را جمع میکرد ژورنالیست ها رو بعد سوال جواب میشه. بعد در همونجا میگه ژورنالیست ها پرسیدنش که خب همین تیتانیکی خود ساختی مقصد اعتمادی داره در سفر، اعتمادی داره مقصد تو چه اندازه همین مقصد کامل پر است که یعنی دیگه اگه جای خوف خطر نداشته باشه. بعد میگه همین کنسترکتور گفته است که ما همین قطعا میگم که همین خیلی گفته است
انا مستحکم و همین خیلی دل پر ساختگیم که خدا چپکش نمیتونه. همین را گفته است که خدا چپکش نمیتونه. او کمی غرور نه، همین غرور همین بدبخت فرعون که سلطنت و همه شرایط و امکانیت همین بردارو که سرشید بعد گو انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ. همین خلیده همین قدرت و ثروت همین اگر کمتر کنترل نکنی و رعایت نکنی آینده آمدن امتری همه بود بخور میبرن. من میگه پزد لیکن بین نه چندان عمری درازی هم ندیده یک پاره یک پاره در یکن سفرش در همون جنای زندگی که 15 اپریل 1912 این 1567 کس میگه در اونجا مرد، 2200 کس میبرده اندریوس ها. همین آدم کنسترکترش بوده است. اگر گپ ببینیم برادرها غرور را ببینیم که خدای مهربان همین غرور در برابر غرور شکست که همین روی خب به آبرو و شرمنده شده نمیره. برای این برادرای از ما از این محفل ها اینقدر برای شما گفتم این چیزی میشنویم، خب باید همون چیزایی که در خدامون داریم میشنویم از نام زبان پیامبر وقتی میگنون همه را در خدامون خب جاری کنیم و مطرح کنیم تا که انشاءالله برای ما و شما خیلی دنیا و آخرت بشه. الله همه شما را حدوداً 1 ماه پیش سر فلکه برق بندر عباس یک راننده ماشینی ترمز میزنه سر چهارراه، از ماشین پیاده میشه میره به طرف پلیس یا به طرف مردم. ای مردم بیاید به دادم برسید، یک نفر تو ماشین میخواد منو بکشه. مردم دویدن رفتن تو ماشینش نگاه کردن، هیچ کس نیست. ای دروغگو، سرکاری بود نه؟ بیکارید، خلید، کذاب. هیچ کس تو ماشین نیست. به خدا قسم که نشسته داره نگاه میکنه میخواد منو بکشه. کسی باور نمیکنه، هیچی نیست. کسی حرفش گوش نمیده تا میشینه پشت فرمان، دست به فرمان دنده، نفس خالی میکنه. اسرائیل تو ماشین سوار بوده، نشسته بوده، ولی منو تو نمیبینی. در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی اجل انسان میرسه خداوند پرده چشم بلند میکنه، تا چشم کار میکنه ملائکه صف کشیده، همه با چشم خودت میبینی. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه و حتی اسرائیل هم میبینید که از وسط صف داره میاد به سراغت. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه. مسکین داره میبینه، زر بهش نگاه میکنه، تو ماشینش هم سواره. به دادم برسید، هیچ کس نمیبینه. عجل ما نرسیده که اونو ببینیم، عجل خودش رسیده.
چند بار فرصت گیر ما آمد استفاده نکردیم. هنوز جوانه بابا، از الان خودتو دل مرده نکن. این نصیحت رو گوش آده ببخشیدا محلی خودمون و ملا رفیق نبی که دل مرده تکن. همه چی حرام حرام حرام. وای بر تو اگر با ملا رفیق شدی دل مردت میکنه. همه چی برعکس شده. یه چیز بگم باور بکنی ملا ها دل زنده ترش. دل مرده چیه؟ قال الله قال رسول الله آدم رو دل مرده میکنه. اجماع یک صلوات محمدی خط بفرمایید. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و فغان و آهی، شنیدم ناله و فغان و آهی، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد بکنی، که این دنیا نمی ارزد بکنی. زیرا خداوند رب العزت این چراغ تابان را به خاطر صراط مستقیم بندگان روانه کرد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری بشیر و نذیر بودند، پیامبری بودند که همه اشیا و همه حیوان و همه چیز جاندار دنیا به او صلوات می‌فرستادند. روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه یارانش راه پیش گرفت جانب تماشای بیابانی. از دور چشم مبارکی پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک حیوان افتاد. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مجرای سفری خویش را به اون نزدیک میکرد. یارانش گفتند یا رسول الله چرا راهی سفر را تغییر دادی؟ گفت من میخواهم از حال اون حیوانی که ما را نظاره دارد با خبر شود. زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به نزد او رسید و دید که یک حیوانی به مثل آهو دیدار رسول الله تماشا دارد اما اشک میریزد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت چرا در اینجا ایستاده ای و مکانی نمی روی؟ گفت یا رسول الله من یک مادر آهو هستم، به خاطر رزق فرزندان به این صحرا آمدم و در خلقان این مجوس این نامرد در مانده‌ام. من این را میگویم که من را رها کن تا بروم فرزندان خردسالی دارم اونها را شیر بدهم گشته می آیم جان من قربانی تو، اما باورم نمی کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن یهودی را به نزد خود دعوت کرد و گفت چرا سخن این را باور نمی کنی؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من محمد هستم. آن یهودی که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نداشت و دشمنی داشت گفت آیا تو دیوانه شدی که برای یک آهو به نزد من آمدی؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت این را رها کن تا به نزد فرزندانش برود، آنها را غذا بدهد، شیر بدهد و ساعت بین همدیگر بمانیم، اگر نه آمد جان من قربانید. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مردانگی محمد صلی الله علیه و سلم گریه میکردند. یهودی خرسند شد، دست و پای آهو را رها کرد و او دوام شد نزد فرزندان و رسول الله در نزد او بماند. آهو زمانی به نزد فرزندانش آمد که اونها انتظار مادر بودند و گفتند مادر چرا سراسیمه ای؟ هر روز می آمدی با یک مهربانی با یک آرامی ما را شیر می دادی، امروز چگونه سراسیمه هستی؟ گفت ای فرزندانم
رساندم. گفتم کی تو را رها کرد؟ گفت پیامبری بشیر و نذیر محمد صلی الله علیه و فرزندان گفتن آیا تو از خدای محمد نترسیدی که او را در یهودی بدبخت در گلو ماندی؟ ای مادر، زمانی که تو به نزد ما نمایان شدی الله محمد ما را سیر کرد. ما احتیاج به شیر فیسان تو نداریم. برو که یهودی محمد صلی الله علیه و سلم این پیامبری بشیر و نذیر آزار ندهد. آهو دران شد به نزد حبیبی مهربان. زمانی که از دور نمایان شد یهودی از هوش رفت، خود را به زمین پرتاب. یاران او را برداشتن آب میزدند. وقتی که به هوش آمد گفت یا محمد دینی تو بر حق بوده است. این حقیقتی دین حال توست که این حیوان تو را گوش میکنه. چنین محمد بود، چنین پیامبری بشیر و نذیر بود. ای محبوبان محمد صلی الله علیه و سلم، ما در قلبمان از محبت مال، از محبت دنیا، از محبت زن و فرزند محبت رسول الله جا کنیم. زیرا روز قیامت شفاعتگری این امتی گمراه است، شفاعتگری گناهگاران است، شفاعتگری امتی محبان است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مطیعی لفظ شیطانی چه حاصل بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم. نه داده کسی سر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدم میگرد و این شهر نام امام گرفتم. چم بچه خوب بودن، طالب علم بودن. نه طالب علم ها تام الله میشن که خونه جگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دومی سگ را میبرند. آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره. زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشد. دیگه سگا میخواید میکنن از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که اگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغل تندوز. چی خوب بابا این مار از کجا که براد کوشش میشوید. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاة. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن ما رو اجازت داد در اون علف درا به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده مسیج نوی از سنگی دست ریزن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درا کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگذم گفتن نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم. و این مار دشمن از مار و کجدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی شد که یک مار یا کجدم پیدا شد. در حالا یکم سنگای یکان جای در طور سری دو تزمره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتم. خب این بچه خوب بوده. یکم چند سوی 16 سوال نوشته. این همه وقتی ما رو توشه هم میگره غیره. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد نماز خونم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بنام طهارت میشکنه به اون دیگه نماز رو طهارت کن. اما تکبیر گفتگی میشه باب یا نماز تخون. بابا
بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای چی خوب بوده این بچی نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من پوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که انی لم اخلق لب، من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کرده دستم نه برای سوار شدن. از این سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. میشن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همه حاصلش درست است یا نه؟ درست است. و هیچ کراهت نداره. خواهم گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آوازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین یه جایی که قطعی زنت آوازی کنی حمام در آمدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگویی خواندن شرط نیست. میشم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام به نیت آوازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم همسرم که علاقه جنسی کنم که ازم آوازی کنم از جنابت با همین خودش نیت میشم. کمپیر قطعی درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تا بریز آمدن گیر. بابا ایشان خداوند شما رو نگه دارد و وقتی که به عایدت همخوابگی میکنی در تنهت لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو و بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنهت بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها که نماز خوانی می شود با احتیاط که یگان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال دید اون دادر از تو هم بروک هم کرتو تو چیز نه چه خواه میری یک آدمی ساده خدا رحمت کنه یا آدم ساده بوده چند بعض کتاب ها همین اصل مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستن خدا رحمتشان کنه. دباناش ادیال گرفته تا کسی اگر دباناش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطعی همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. بس کنی کدام ماده میشه گوه حضرت زنده باشه سلام من نگو آقا این دادری عزیزی باشه با کرتو برو چه خواه رفتی زنه نه لباسکات خوشرو گرد هم یا هزار تپوش پوش خوب در وقتی خواب کنه هوایی هم کشون ترحمون کار بارد که بود شد من تپوشک تپوش خوارم ضرر ندارد. این آیا خیلی جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من انشاءالله نشانه خوبیشان هست خدا نگهشان دارد. غم اسلامشان میخورن ترس دارن خوب هستیم. وقتی که خودت دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست میتونی بعد از خواب خیستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز تخوانی. لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در کجا مقدارش رسیدگی است، اگر آبی منی رسیدگی باشد سحر خیزی پاک شدگی است او رو به دست شک پاک شکش تازه است ناشوشته هم نماز تخوان می شود با که ندارد. بچه خوش رو در خانه اگر درتان قلف داشته باشد درتان قلف داشته از نیمه درون قلف داشته باشه کروچا کنی خانه جا همخوابگی با کمپیرات هم کتی قلفک داشته باشد داری جاگه خریزمه زران دار کنی چه کم خوره یا خیلی خانه خودو تحصیلی خودو دست بشن پول میپرسیدن که تو راست گو به کی گشتی تو راست گو به کی تو رو کی بوسه کرد دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست. همه مینیوبکا همه پرافکا دیگه مرده سغیرات همه بیرون نگیره دیگه. بابای
ایشان خداوند شما را نگه دارد. به سوال من حتما جواب گوید که من 10 ماه می شود که من به خود نیستم. من سال گذشته آینه دار شدم. زندگیم خوب بود. ما یکدیگر را ناز می دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد. به من گفت که جدا می شوی. اگر جدا نمی شوی مادر تو نیستم. کلی نگفتم که جدا می شود شد. اگر نشوی آبتون میکنم نمانگی باری. هرچند والدینم فهماندن نفهمید. این خوشنامش قبول میکردن. مرا مجبور کردن که سرده. من یک طلاق کردم. مجبورا امهش گفت که 3 طلاق کن. بعد یک طلاق گفتم باز 3 طلاق گفتم. همین طلاق من چند طلاق هست؟ 3 طلاق هست داده کرده. دیگه شما زن شما نیست. جوانمرد باید طلاق نکنه. اولش که دوستش می داشتی میکشتند هم طلاق نمی کردی. خدا همه زنک یک شبلاق خود می زد کشتا مونید. خیلی مادر است. یک شبلاق وقت نمی مردی آخی. خوب اکنون که طلاق کردیم چمو یا طلاقش طلاق رجعی است. این دویم طلاقی که بالا بکردیم 3 کردیم 4 تا شد. 3 تاش طلاق زنت از شما جدا شد. یک تاش در گرمت گناه نمیشته میشه. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق آینده را ویران میکند. شما را حسرتی میکند. عصباتان خراب میکند. بچه هاتان یتیم میکند. خانه تان ویران میکند. از مال و ملکتان تقسیم میسازد. بنابر طلاق راه حل نیست. وزبین شوید. خوب جنجال است آیدوی است. شما خوشنامت آنویدی مادر جان گیرم دختر تبر یما میسته دوما میسته خوب تا حوصلش دیتون باید روز ببیام. اما من زنی طلاق سرطی ندارم. باید این تو میگفتی. میزه دو تم نمیگفتی. پاش موچه میکردی. دستاش موچه میکردی. آدمای خیلی میگن یا بار پیشی خر یا خر پیشی بار. اون تنقیل خوشنامانی باید خدا نگه دارم. زن چیزی خوبه میگن خوشنامانی در روش در گور. اونم که خوشنامانی میگن. میگن با تاراج رفت خار بیمان سعدی یک بودستان جایی که داره که وقت تنگه نمیگن. خلاصه دادر از اخی بای خودت که طلاق کردی دیگر از کفای اون نگرد. او سه شده از او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن استغفار کن پشیمانی کن خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وی خانه‌داری کردم. دختر نبود. بیوه بود. حالا زندگیم خوب نیست. من ویش رو ناز میبینم بابا جان چی کار کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان بده. آدم بچه خوب بودن. این سوالا رو بیا خلوت کن. من نمازه هست که همیشه دیگه می سوالا رو اگه آدم چی میشه؟ که من دیگه درباره زنی بیوت گو. که خدا وقت دیگه ای بیوگی و پروانه تو چند. همین یک شب در بینم بیوه میشه دخترم چون نگرفتی. صبر کن انشاءالله زندگی خوش رو کن ببینی محبت پیدا می شود. این محبت آیسته آیسته در زناشوهری پیدا می شود. نگاه خود سبب محبت است. انشاءالله بودکدار که شدی امیدوارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه تو زندگی تا خوب رفتار بگیرد. بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر. انشاءالله خدا خواهد بیناتان در الفت پیدا میشه محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموش تو تام بیوگ بودی و خیلی زن گرفتگی هستی. باید بیوگ آدم ها زنی بودکدار میگن 3-4 بودک کتی. بنابراین فتواها میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکند و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزمها خرز المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهری تو $500 نیست. مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر خیلی زود. خوب بعد همخوابگی کی دختر نبرامد اینه بیوون برامد رنگ این داده ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگی شاید این
دختر نبرآمدن همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دکتر رفته یگان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروستم گمانی نکنید. نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسان در شب اول به جای آنکه زندگی شیرین کنن من تو رو دوست بدارم میگوید پول میپرسید یعنی تو راست بگو به کی گشتی، تو راست بگو به تو رو کی بوسه کرد. جوان مرد اول پیش از آن که زنی تو بود زنی تو بود و کسی که میگشت کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایشی چی کار داری. شریعه بخیلی که زبانشان طلاق کردن وار کنید اون جنجال پیش من هر روز میبیاد. تو چی کار داری وای به کی میگشت نمیگشت. تاجیکان باید مقام دارن اصل در تکی پای خودم نلنگر پیش میلنگی نمیکارتون نبود. آقا یه بود دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست. همه مینیوبکا همه پلافکا دیگه مورد سغیره که همه بیرون میگیره دیگه. این است جامعه کم تو شد دنیای درد دختر بوده عیبه میگه ولی شما را مگم که کریستیم خدا همه تا نگه داره خواهرهای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه. بنابراین این دادر عزیز صبر کنید انشاءالله خدا خیر ثواب هم بگیری. سیری همسر تا نبرا خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم کی هستی خوب گلی که نام تا نگفتی دیگه من با نام تا میخوندم. سیری همسر تا نبرا خود دان خدا زندگی کردن که بعضی بیوه هاست که از دخترات دیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب. انشاءالله خدا خیر برکت بیاره. خواهری دادر عزیز یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت و من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقتی صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عایله برپا کنم چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عایله من دعای خیر کنید. بابایشان دادر عزیز این همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد یک دیگر تان دوست داشته باشید خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیل ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگر تان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شوم شوه و بیچاران درمونی خودم این خوب نیست. دادر عزیز حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکی دختر بود او قدر حسن زیادی نداشت لیکن دختر بود روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود لیکن سیبه بود بیوه بود شوهر کردگی رنگی خواهری ما بنیا بچه داشتن. خوب پادشاه هر دو دید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو دید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه لیکن دختر است آخر خوب است. علیکم بالابکار پیغمبر خدا دختر گیره فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین دهان پاکیزه دارد دوم رحم پاک دارد. در وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که رسول الله آخر من زن گرفتم از افتن چطور زن گرفتی؟ او که از بیوه گرفتم رنگین دادر باری بعد چون دختر خوب بازی میکردی شوخی میکردی این بیوه حوصلش گرفت دیگه شوخی هم نمیفرش دیگه
حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن در سری ما شدن. فرسانی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیباده که بیواقی اینش دختر نازده لیکن خوشرو نیست که با اون بیوا فهمید گفت که تاثیر آقا بین من و بین این یه شبه گفت یا شب این به من برابر میشه لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه گفت بنابر من گیر گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده و گفت آره تفسیر راست میگی گفت بین من و بین او یک شب فرق هست لیکن دو ما یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره دو بچه های خوشی من به این دادر عزیز مشورات میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز اگر رفت و هر دو به یکدیگر پیمان کنه که زندگی تانا ادامه میتید مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادرمان گرفتن زندگی شیرین داشتن میتونه خوب یکدیگر تانا گیره با که ندارن کلانی و هیچی فرق نمیکنه وقتی که شما رو حرمت کنند وقتی که شما رو دوست دارن وقتی خوبیش هست در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است یه سال دیگه هم سازه لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی با فکر در دخترها رو دو بیچاره با در نیمی را موند اینش خوب نیست. برای من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن علیکم بالابکار شما دختر گیره گفتن که دختر زبانش هم شیرین است رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر ارزا بالیسیر منوش میدونی ارزا بالیسیر نیست دختر به اند کم قناعت میکند شاید بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیشت نقصتر کت خوردگی باشد لباسای خوشرو و اون طرف شما است و شاید در دست تو قناعت نکنه چند اما دختر باشه او میگه زندگی هم شمین است بنابراین کم دم قناعت میکنه او شما خودت هم که برای قناعت میکنه همه شمین است بوده اما مشورت من برای تم احتیاط کن فکر کنه و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه در انتخاب همسر با فریب نخورد و اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد بینشان الفت و محبت پیدا کنه یک دیگرشان دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کنه. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم نه داده کسی شر نیست این گپ رو اقتدا همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام خداوند شما رو نگه دارد و وقتی که با آیدت همخوابگی میکنی در تنه لباس باشد یا شب خاروت یا که گرده و بروب باشد با آن لباس هایی که در تنه بود یا خارگی کردی با همسرت آن لباس ها چی نماز خانی میشود شنبه باید مزمی که خانزاری نکنی التماس از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمینی یا رسول الله تو شفیع
المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله شاه رسولان تویی محبوب سبحان تویی خادم تو جبرائیل صاحب قرآن تویی شاه رسولان تویی محبوب سبحان تویی خادم تو جبرائیل صاحب قرآن تویی یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله هستی ز نور خدا منبع جود و سخا رهنمای انس و جن به طاعتی کبریا هستی ز نور خدا منبع جود و سخا رهنمای انس و جن به طاعتی کبریا یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله زشان والای تو زی حسن زیبای تو بتهای کعبه همه افتاده در پای تو زشان والای تو زی حسن زیبای تو
بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله. دیدار دنیا زی غفلت گشته ای بیمار دنیا، چرا ای عاشقی دیدار دنیا زی غفلت گشته ای بیمار دنیا، چو کرگس چند خواهی بود مایل به هر سو اسبای مردار دنیا، چو کرگس چند خواهی بود مایل به هر سو اسبای مردار دنیا، به دکانی طرف تا کی نشینی به غفلت خانه بازار دنیا، به دکانی طرف تا کی نشینی به غفلت خانه بازار دنیا، گر از حال جهان آگاه گردی بی پوشی دیده از دیدار دنیا، گر از حال جهان آگاه گردی بی پوشی دیده از دیدار دنیا، نمی باید خلیدن در کفی پای برای عشق جانان خار دنیا، نمی باید خلیدن در کفی پای برای عشق جانان خار دنیا، گرفتاران خود را میزند نیش اگر دانی به آخر مار دنیا، گرفتاران خود را میزند نیش اگر دانی به آخر مار دنیا، مپیچان دست در بندی غرورش کی میگردد بریده تار دنیا، مپیچان دست در بندی غرورش کی میگردد بریده تار دنیا، عروسی عشرتی عاشق طلاق است کی هست تو واقف از اسرار دنیا، عروسی عشرتی عاشق طلاق است کی هست تو واقف از اسرار دنیا، و گلزاری به قرآن رای دل بشو در راه دین بزار دنیا، و گلزاری به قرآن رای دل بشو در راه دین بزار دنیا، خوشا بودن سبک بار و سبک سر ز گردن برفکندن بار دنیا، خوشا بودن سبک بار و سبک سر ز گردن برفکندن بار دنیا، خوشا با یاد حق مشغول بودن شدن فارغ ز فکر کار دنیا، خوشا با یاد حق مشغول بودن شدن فارغ ز فکر کار دنیا، تو عبدالحی بدی نرگز مدرا هوای جلوه گلزار دنیا، تو عبدالحی بدی نرگز مدرا هوای جلوه گلزار دنیا،
چرا ای عاشقی دیدار دنیا زی غفلت گشته ای بیمار دنیا چرا ای عاشقی دیدار دنیا زی غفلت گشته ای بیمار دنیا چو کرگس چند خواهی بود و ماهی به هر سو اسپهی مردار دنیا چو کرگس چند خواهی بود و ماهی به هر سو اسپهی مردار دنیا محمد قد بالاید
خبر نداری، فارغ ز عشق یاری درد بسر نداری، درد بسر نداری. شب در طلب میان بند با وصل آرزو من، با وصل آرزو من. فارغ ز عشق تا چند آیا هنر نداری، آیا هنر نداری. پیوسته باش و غمناک سر نیزی عجز برخاک، سر نیزی عجز برخاک. میبینمت فرحناک عشق مگر نداری، عشق مگر نداری. با درد عشق خو کن، با سوی دوست رو کن، با سوی دوست رو کن. یعنی که یاد او کن گر راه بر نداری، گر راه بر نداری. از خویش باش آگاه آورده رو به درگاه، آورده رو به درگاه. آیا تو در سحرگاه سوزی جگر نداری، سوزی جگر نداری. قومی که نیکو خویند دایم به یادی اویند، دایم به یادی اویند. از اشک و آب جویند تو چشمی تر نداری، تو چشمی تر نداری. از خویشتن سفر کن با کوی و گذر کن، با کوی و گذر کن. با سوی و نظر کن گر بال و پر نداری، گر بال و پر نداری. ای بلبل خوش الحان از جلوه گلستان، از جلوه گلستان. از برخی عشق بر جان غیر از شرر نداری، غیر از شرر نداری. عبدالحی از چمنی فارغ ز بوی گلها، فارغ ز بوی گلها. چون عندلیب شیدا آهی سحر نداری، آهی سحر نداری. ای بنده در چه کاری از خود خبر نداری، از خود خبر نداری. فارغ ز عشق یاری درد بسر نداری، درد بسر نداری. فارغ ز عشق یاری درد بسر نداری، درد بسر نداری. آن خالقی که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. آن خالقی که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. ای دوستان هوای جهان نیست در سرم، در بوستان یادی او دل از جهان گرفت. ای دوستان هوای جهان نیست در سرم، در بوستان یادی او دل از جهان گرفت. در خلوت خیال او خو کرده ام بسی، دل ز اختلاط صحبت این مردمان گرفت. در خلوت خیال او خو کرده ام
نفسه دل ز اختلاط صحبت این مردمان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. دل سوختن به دوزخ و عشقش گزیده است، به یاد دوست طبع جنان از جنان گرفت. دل سوختن به دوزخ و عشقش گزیده است، به یاد دوست طبع جنان از جنان گرفت. از آشنا و دوست گسسته است تار دل، از صحبتی مجازی این دوستان گرفت. از آشنا و دوست گسسته است تار دل، از صحبتی مجازی این دوستان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. لب بستم از مقال و گذر کردم از خیال، چون طبع دل ز کاغذ و خط و بیان گرفت. لب بستم از مقال و گذر کردم از خیال، چون طبع دل ز کاغذ و خط و بیان گرفت. وقتش بگذریم و چو برق از گل حیات، زیرا که از حیات جهان طبع جان گرفت. وقتش بگذریم و چو برق از گل حیات، زیرا که از حیات جهان طبع جان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. آن خالقه که خلق را جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. چون دیده خیال به جز دوست ننگرد، راهی خلاف دیده چسان دل توان گرفت. چون دیده خیال به جز دوست ننگرد، راهی خلاف دیده چسان دل توان گرفت. دل عندلیب گلشن شوخی خیالی اوست، نتوان چو بلبلان که رهی بوستان گرفت. دل عندلیب گلشن شوخی خیالی اوست، نتوان چو بلبلان که رهی بوستان گرفت. آن خالقه که خلق و جان داد و جان گرفت، خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. خوشحال آن که بار غمش را به جان گرفت. عبدالحی این نشان فنا را نظر مکن، زیرا که طبع حق طلبان از نشان گرفت. زیرا که طبع حق طلبان از نشان گرفت. عبدالحی این نشان فنا را نظر مکن، زیرا که طبع حق طلبان از نشان گرفت. زیرا که طبع حق طلبان از نشان گرفت. تو به من سپر بلا هست ای مادر دل سوز، از دعایت ندا دارم خدا
سپر بلا هست ای مادر دل سوز از دعایت ندا دارم خدا هست ای مادر دل سوز من قربانی خاک پای تو گردم ای مادر دل سوز خاک پایت برایم تو دیا است ای مادر دل سوز من قربانی خاک پای تو گردم ای مادر دل سوز خاک پایت برایم تو دیا هست ای مادر دل سوز ای مادر دل سوز تو دل سوزی من هستی تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی ای مادر دل سوز تو دل سوزی من هستی تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی دعای تو به من سپر بلا هست ای مادر دل سوز از دعایت ندا دارم خدا هست ای مادر دل سوز دعای تو به من سپر بلا هست ای مادر دل سوز از دعایت ندا دارم خدا هست ای مادر دل سوز من قربانی خاک پای تو گردم ای مادر دل سوز خاک پایت برایم تو دیا است ای مادر دل سوز من قربانی خاک پای تو گردم ای مادر دل سوز خاک پایت برایم تو دیا هست ای مادر دل سوز ای مادر دل سوز تو دل سوزی من هستی تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی ای مادر دل سوز تو دل سوزی من هستی تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی بلبل صفتم با لب و شیدای مدینه شیدای مدینم بلبل صفتم با لب و شیدای مدینه شیدای مدینم از جان و دلم بنده مولای مدینه مولای مدینه از جان و دلم بنده مولای مدینه مولای مدینه مجنون شدم از غمی سردار مدینه مجنون شدم از غمی سردار مدینه کوکو زنم از حسرتی دیدار مدینه دیدار مدینه کوکو زنم از حسرتی دیدار مدینه دیدار مدینه این سینه صد پاره خود را منی بدیل این سینه صد پاره خود را منی بدیل مرهم طلبم از سری بازار مدینه بازار مدینه مرهم طلبم از سری بازار مدینه بازار مدینه شاه کی بود هر دو جهان مملکتیم شاه کی بود هر دو جهان مملکتیم پنهان شده در جبه مینای مدینه مینای مدینه پنهان شده در جبه مینای مدینه مینای مدینه از عرش فزون تر بود از روی کرامت از عرش فزون تر بود از روی کرامت آن روزه پر نور معلای مدینه معلای
جینان موردی الطاف الهی مانند جینان موردی الطاف الهی آن منبر و محراب و مصلای مدینه مصلای مدینه آن منبر و محراب و مصلای مدینه لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم
اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وما
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا
أيحسب الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Я за прозрачность расход. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس